و در فرانسه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره تنش در خاورمیانه و تنگه هرمز گفتگو کردند. برای اطلاع از جزئیاتش همراه میشیم با مسعود تهرانی، خبرنگار در پاریس. مسعود، چه جزئیاتی میدونیم درباره گفتگوی رهبران فرانسه و عربستان سعودی؟ بله مهتاب، شب گذشته امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای موضعی صریح در حمایت از عربستان سعودی اتخاذ کرد. بر اساس وزارت امور خارجه عربستان سعودی، رئیس جمهور فرانسه ضمن اعلام همبستگی کامل با ریاض حملات جمهوری اسلامی به این کشور رو محکوم کرد و از اقدامات عربستان برای حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی خود حمایت کرده. آقای ماکرون همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس جزئیات بیشتری رو از این گفتگو ارائه داد و تاکید کرد که پاریس به تعهد خود برای مشارکت در دفاع از حریم هوایی عربستان پایبند هست. آقای ماکرون با توصیف حملات موشکی و پهپادی علیه این کشور به عنوان غیرقابل قبول بودن بر تداوم همکاری دفاعی میان دو کشور تاکید کرد. اظهاراتی که نشان می‌دهد تقویت نقش فرانسه در معادلات امنیتی خلیج فارس تلقی میشه. در این حال رئیس جمهور فرانسه نسبت به خطر تشدید کنترل نشده تنش‌ها هشدار داد و خواستار اقدام فوری برای مهار بحران شد. ماکرون تاکید کرد که همه طرف‌های درگیر باید بر سر یک مهلت برای توقف حملات علیه زیرساخت‌های انرژی و اهداف غیر نظامی به توافق برسند. همچنین از جمهوری اسلامی خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو بازگرداند، مسیری که میتواند از گسترش بحران به اقتصاد جهانی جلوگیری کنه. آقای ماکرون در ادامه بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان بازیگران بین‌المللی تاکید کرد و گفت در این مقطع حساس همکاری نزدیک میان گروه 7 و شورای همکاری خلیج فارس اهمیت ویژه‌ای داره. به گفته آقای ماکرون، فرانسه و عربستان سعودی در این راستا همکاری‌های خود را تقویت خواهند کرد، همکاری که می‌تواند نقش مهمی در شکل دهی به پاسخ هماهنگ بین‌المللی به بحران منطقه ایفا کنه. آنچه مشخص هست سیاست دولت آقای ماکرون بیشتر بر پایه گفتگوهای سیاسی و راه حل‌های دیپلماسی متمرکز شده، اما اون چیزی که واقعی‌تر به نظر میاد تلاش فرانسه تاکنون ناکام مونده و سیر اتفاقات آنچنان صریح است که سیاست گفتگو محور رو از مدار خارج کرده و باید منتظر ادامه مسیر بود. مهتاب، متشکرم ازت مسعود تهرانی، خبرنگار در فرانسه.